امروز رسما خوردم زمین. یه روزایی هست که یهو وای میسی به زندگیت نگاه میکنی و میگی این واقعا چیزی بود که من میخواستم. من 33 سالم و هنوز دارم از صبح تا شب توی خیابون میچرخم، سفارش میبرم، پولم به زور میرسه تا آخر ماه. یه لحظه حس کردم اگه همینجوری ادامه بدم 10 سال بعد هیچ فرقی با الانم نمیکنه. راستش یه چیزی توی دلم ترکید، حس کردم دارم توی یه چرخه گیر میافتم، یه چرخه‌ای که هیچ کس نمیاد نجاتم بده، هیچ فرشته نجاتی هم وجود نداره. هر کی نجات پیدا کرده خودشو کشیده بالا. همون روز بود که فهمیدم باید از این زندگی برم، باید مهاجرت کنم، نه برای لاکچری بازی، فقط برای اینکه یه بارم که شده حس کنم آیندم توی تکرار گیر نکرده. این اولین ویدیو از چالشی که اسمشو گذاشتم 365 روز تا مهاجرت. هر روز یه کاری میکنم که حتی شده 0.1% منو به مهاجرت نزدیک کنه. شاید پول نداشته باشم، شاید پس اندازم صفر باشه، شاید 1000 تا مشکل داشته باشم، اما این دقیقا همون نقطه‌ایه که خیلی ازش شروع کرده. واقعیتشو بخوای من نه آدم موفقیم، نه پیج بزرگ دارم، نه تو خانواده پولداری به دنیا اومدم. یه پیک ساده ام با ماهی چند میلیون حقوق که همش هم خرج زندگی میشه، همین. ولی این دلیل نمیشه که رویا نداشته باشم، دلیل نمیشه که تلاش نکنم. مهاجرت برای من یه راه فرار نیست، یه راه نجاته. آره خوردم زمین، نه از زندگی. این مدت خیلی به خودم دروغ گفتم الان وقتش نیست، گفتم پول ندارم، گفتم از پسش بر نمیام، اما حقیقتش اینه که هیچ وقت وقتش نمیشه، هیچ وقت شرایط کامل نمیشه. باید با همینی که الان هست شروع کنم. این همون چیزیه که امروز فهمیدم، یا باید حرکت کنم یا همونجا بمونم تا آخر عمر. قرار 365 روز آینده زندگیمو بذارم وسط. هر کاری میکنم رو فیلم بگیرم، حتی گریه ها، حتی شکست، حتی روزایی که میخوام ول بکنم. نمیخوام یه ویدیویی قشنگ بسازم، فقط میخوام زندگی خودم رو بسازم. اگه میخوای بدونی یه آدم چطور میتونه خودش رو از صفر مطلق بالا بکشه، اگه میخوای مسیر مهاجرت یه آدم رو به صورت واقعی ببینی، این چالش رو دنبال کن. هیچ تضمینی نیست موفق باشم، شاید وسطش زمین بخورم، ولی یه چیزی رو قول میدم، هیچ روزی بدون تلاش نمیگذره. این ویدیو اعلام رسمی شروع جدی مهاجرته، اما از فردا واقعی میشه. قرار از فردا یادگیری، تحقیقات و ایجاد فرصت‌ها رو با هم دیگه داشته باشیم. فقط امروز فهمیدم که باید از اینجا برم.